در دوره حکمرانی طالبان، زنان سابق افسران ارتش افغانستان با گرسنگی و کمبیزاتی مواجه شدند. این زنان همگی در خدمات امنیتی ایفای وظیفه کردند و حالا با سبب‌های امنیتی نمی‌خواهند نامشان آشکار گردد. آنها در ماه اوگوست سال 2021 زمان سر قدرت آمدن طالبان از کار محروم شدند. یکی از آنها که رتبه میار دارد میگوید که قادر نیست اهل عائله‌اش را تامین کند. شما خودتان یک لحظه تصور کنید یک خانم که خودش سرپرست باشه، نانآور باشه، 4 تا 3 تا طفل خرد داشته باشه، طفلی درک نمیکنه که امروز نان نیست، نان میخواد از من. بیرون میشن، هر جا میرن دنبال کار میرن، وقتی که میفهمه نظامی هسته یا میگه سابقه کار میفهمه نظامی هسته، اون رک جوابش میکنه. هم صحبت دیگری خبرگزاری ریترز سابق خادم وزارت مدافع افغانستان بوده تأمینات 9 عضو عائله‌اش را بر دوش داشته است. ما نمیتوانیم در خانه سر زمستان گذرانیم. مادرم، خواهران و برادرانم همراه با من اقامت دارند. ما امکان نداریم خانه‌مان را گرم کنیم. به غذا و مواد سوخت نمیتوان زیست. تا اوگوست سال 2021 در نهادهای قدرتی افغانستان نزدیک به 6000 زن خدمت میکرد. طالبان به همه نظامیان مسئولیت از جزا وعده داده بودند، ولی شمار زیادی افسران و سربازان برکنار، مجازات و یا حتی کشته شدند. تعداد زیاد هستند که آنها طبعا در ارگان‌های امنیتی استخدام بودند، حالا نمیتونن آنها بیان چون عوض آنها افراد دیگری آمدن کسایی که نو هستند، سرشان اعتماد وجود داره و چنان میتونن کارا خوبتر پیش ببرن. سازمان حامی حقوق بشر امنستی اینترنشنال میگوید در دوام 1 سال و 3 ماه حکومتداری طالبان در افغانستان کمش 100 خادم نیروهای امنیتی این کشور کشته و یا بینام نشان شده است.